اینو دقت کن. و زمین خواست یه دونه از خودش خلق کنه که بتونه خودش رو تماشا کنه به نام انسان. چکیده این زمین میشه انسان و این زمینی که در اختیار داریم و روش حضور داریم، این زمین میشه چکیده کل اطلاعات جهان هستی، میشه کل دی ان ای کل هستی. یعنی زمین دی ان ای کل هستی هست که تو روش حضور داری و چکیده این دی ان ای انسان رو تولید کرد که بتونه انسان مراقبه کنه از زمین، از آسمان، از زمین و آسمان. اما بازی جوری طراحی شد که خیلی‌ها در سایت تاریک قرار گرفتن و اگه میخوای در سایت نورش باشی باید برای تمام اتفاقات پذیرش داشته باشی. وقتی پذیرش هست برای تو، اون هوش برتر همه چی رو چیده. شما وقتی در سطح آگاهی بالا قرار میگیری و حال دلتو خوب نگه میداری، اینجا برات حال خوبا رو میچینه، آدمای خوبو میچینه، کارهای قشنگو برات جفت میکنه، شغلای خیلی مهمو برات جفت میکنه که وقتی سطح فرکانست پایین باشه، شما اون شغلت هم سطح فرکانسش پایینه. شما وقتی سطح فرکانست پایین باشه، اطرافیانت هم سطح فرکانسشون پایینه، چون که ساختار درونت هنوز ارتعاشش پایینه. وقتی ارتعاشت پایین باشه، ارتعاش پیرامونت پایینه، همش رنج هست، همش درد هست. پس هوشمندانه عمل کن. بازی الان بازی نیستش که ما بخوایم درگیری رو خشم و با خشم شکل بدیم. اینکه این باز میشه خودمونم در تاریکیم. کسی که به آگاهی بالا میرسه دیگه خشم دیگه اصلا تو دنیاش خلق نمیکنه، اصلا نمیاد تو طبقات پایین دیگه. و خیلی ها منتظرن از بالا یکم بیاد ناجی بشه، اونا نمیان پایین دیگه ناجی شما بشن. شما باید ناجی خودت باشی، خودتو برسونی بالا، طبقات بالا. پس ما هر چقدر جلوتر میریم زمان فشرده میشه. وقتی زمان فشرده بشه برای انسانهای خواب خیلی درس‌های بزرگی هست که نمیتونن از این زمان فشرده دیگه عبور کنن. پس از همین الان رها باش برای خودت، بذار از زمان ذهن خارج بشی. یعنی کالبد ذهنید. شما در کالبد ذهن متولد میشی و از کالبد ذهن در قلبت میشینی. یعنی از کالبد ذهن باید عبور کنی بشینی در قلب این فیزیک و از قلب این فیزیک شناخت به این فیزیک، شناخت پیدا میکنی فیزیکو، یواش یواش میای فرای این فیزیک که میبینی این فیزیک فقط یک فیزیک نیست، فرای یک فیزیکه. بهش میگن متافیزیک. این پکیج در اختیار داری. آدم هست تا موقعی که خواب هستی. وقتی به این پکیج کامل دسترسی پیدا میکنی میشی انسان. از انسان دعوت میشی به یک ابر انسان. اینو در اختیار داری. بی نهایت آگاهی در این انسان دمیده شده. با آرامش خودت، با رهایی دنیای بیرون، با مشاهده کردن، شما تمام این آگاهی ها برات اکتیو میشه. کسی نیست از دنیای بیرون بهت شهود بده. وقتی دی ان ها اکتیو میشه، آگاهی برات باز میشه. شما محتوای کل هستی در این قالب که بتونی اکتیوش کنی. اکتیو کردن هر اتم نیاز به نور داره. اون نور با حضور در لحظه حال شکل میگیره. وقتی نور رو جذب میکنی، اونا تغذیه میشن برای رشد کردن، برای باز کردن دی ان ای، برای تمام آگاهیایی که از قبل حضور داشتی و بلاک شده به وسیله خشم، ترس، غصه، کینه. همه اینها باعث شده که اون دی ان ای ها بلاک بشه. وقتی دی ان ای بلاک میشه، شما در شاخه دو یا شاخه 3 حرکت میکنی، در ابعاد 3، در ابعاد 2. وقتی خیلی خشمگین هستی، کینه هستی، نفرت هست، تو جون هم دیگه میافتید، شما در بعد 2 قرار دارید و شما باید خودتون رو
به بعد 3 کامل که برسونی چاکرای خورشیدیت رو، انقدر کامل کنی اون نور وجودیت رو با حضورت در لحظه حال، انقدر نور رو جذب کنی، نور رو جذب کنی، نور رو جذب کنی. وقتی چاکرای 3 اکتیو میشه، تمام اون نور میره چاکرای 4 به نام قلب رو روشن میکنه. اونجا تا کامل نشستی در قلبت و حالا دیگه از این به بعد در قلب نشستی و با قلبت عشق به جریان میندازی، نه با توهم ذهن. قلب خیلی مهمه که دسترسی پیدا کنی بهش. هر درد و رنجی برای قلب شما رو به پایین تر و پایین تر میبره. قلب رو باید مراقبه کنی. قلب میشه مرکزیت فیزیک که تمام اطلاع در اون قلب توه، که قلب داره همه این فیزیک رو هدایت میکنه. وقتی میشینی در قلب یعنی نشستی در مرکزیت کل هستی، نشستی کنار اون هوش برتر که این فیزیک میبینی داره با نظم به حرکت میافته. موقعی که نظمش رو از دست میده، دخالت هست تو دنیای بیرون، درگیری هست برای ذهنت، درگیری هست برای آیندت، ترس از فردا، ترس از بیپولی، ترس از خیلی چیزای دیگه. ترس رو پاک کن، بذار اون پولا جذب بشه. خشم رو پاک کن، بذار دنیا به آرامش دعوت بشه. اینا رو اگه تونستی با باگای انسان رو جلوشو بگیری، تغییرات برات شکل میگیره. همش با حرف میاد جلو که بتونی این حرفا رو درک کنی. وقتی درک کنی، قدم برداری به طبق این حرفا، تغییرات رو میبینی. اونجا پیرامون به یک بهشت تبدیل میشه، حتی در قلب جهنم. تو قلب جهنم هم میتونی وقتی سکوت داشته باشی، اونجا برات بهشته.